حدیث نفس و این که چطور جلو رفت در مقدمه توضیح دادم که چطور شد در واقع این کتاب شکل گرفت، این فرایندش و هر فصلش تو این مسیر 5-6 سالی که جلو رفت شکل گرفت. چطور با تراولینگ تئوری ادوارد سعید روبرو شدم. 2 مقاله داره، یکیش به اسم نظریات کوچنده یا ترجمه شده، دوم در واقع ترجمه نشده، بازنگری در واقع کوچ نظریه‌ها یا سفر نظریه‌ها هست. سعی کردم درگیرش هم با اینکه ادوارد سعید چطور میفهمه در واقع سفر نظریه رو. خب بین همه این تئوری پردازا سعید کسی بودی که خوب شقوق سفر رو توضیح داده، سفر نظریه رو توضیح داده. درست مثل سفر یه انسان، این نظریه هم سفر میکنه، از یه جایی شروع میکنه، چمدونش رو میبنده، میره فرنده سفر، حالا ماشینش تو راه خراب میشه، با دزدا درگیر میشه، با آدمای خوب مواجه میشه، تحولات تو راه رو میبینه، تغییراتی میکنه و میرسه به مقصد، شکوفا میشه، شکل دیگه با اون مقصد هم درگیر میشه. این با این وسیله داره که این کسی که نظر باش درگیر میشه طبقه متوسط، طبقه کار، از طبقه کارگر فنا میشه. برخواسته کی هست؟ آره، و یا فنا میشه، یا تو قاب و دیوار میره گوشه قرار میگیره، یا اینکه باش درگیر میشن و یه شکل دیگه رخ میده. خب سعید خوب این فرآیند تحول نظری رو توضیح داده، سفر نظریه رو توضیح داده. منتها توی تئوری ادوارد سعید 2 چیز همزمان من میبینم. یکی سفر شکل اول است که من در فصل اول از منطق طلعتار الهام گرفتم، سفر از جایی به جایی، از در واقع مبدأ به مقصد، یعنی مکان وجود داره. 2 مکان هست، از یه مکان به مکان دیگه. خب سعید اینجا توضیح میده، مثلا کتاب معروف لوکاش و نظریه چیوارگی لوکاش چجوری از مجارستان 1921 که خلق میشه میرسه 2 دهه بعد در 2-3 دهه بعد در فرانسه در دستان روسیان گلدمن در واقع ایده های مارکسی رو از لوکاچ میگیره و مفهوم شیوارگی لوکاچ میگیره، مستقیم با مارکس درگیر نمیشه، از لوکاچ میگیره و سعی میکنه اون چیزی که خودش فهمیده رو بیاید نظر پردازی کنه، این شکل دیگه شیوارگی رو توضیح بده. 2 سفر گلدمن میره، واقعا 2 سفر میره به انگلستان، ویلیامز توی سخنرانیش میشینه، هر 2 سفر آشنا میشه با لوکاش. یعنی توی سخنرانی گلدمن صحبت از لوکاش میشه، میگه لوکاش آشنا میشه با لوکاش، در واقع اون لوکاچی رو شناخته که گلدمن بهش معرفی کرد، نه مستقیم لوکاچ رو فهم کرده، گلدمن بهش معرفی کرده. این فرآیند سفری است که رخ میده. بعد نظریش در واقع خاص خودش رو برای نقد جامعه سرمایه‌داری تولید میکنه ویلیامز. ببینید یکی از بنیانگذاران کارشناس استادیز ویلیامز و به همین دلیل این کتاب محصول سنت کارشناس استادیز میان رشته‌ای خانم علی نقیان گفتن که چقدر دوست دارم بگم که به انسان شناسی